بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام بینندگان عزیزی که ما را از چینل یوتیوب املاک سجاوندی بیننده هستند. هموطنان عزیز، امروز آمدیم به ناحیه ششم شهرک عرفان داخل جاده 10 متره برای معرفی یک خانه 3.5 طبقه استاندارد و معیاری در نبش دو جاده 10 متره و جاده 5 متره. هموطنان عزیز، همراه شما میریم برای معرفی کامل این خانه کاملا استاندارد. هموطنان عزیز، طوری که میبینیم ما در صحن ازی اولی قرار داریم که در صحن ازی اولی خود چای برمه آب به متراژ 60 متر و همچنین یک شیر جداگانه برای استفاده از او برای شستشویی خود داخل خانه. در قسمت دروازه های خانه، این دروازه که ما و شما داخل شدیم خود دروازه متره ازی خانه که صحن ازی خانه گنجایش 2 تا متر مقبول داره و یک دروازه جداگانه برای رفت آمد شخصی که خود شخص وارد بشه و بیرون بشه کاملا در نظر گرفته شده. و در این قسمت ما یک سرویس بهداشتی جداگانه در نظر گرفته شده. همراه شما میریم به معرفی طبقه اول. رسیدیم به خود پاگرد طبقه اول. در طبقه اول از این خانه در این قسمت یک مهمانخانه با گنجایش 2 فرش در نظر گرفته شده و همچنین در خود از این مهمانخانه 2 تا پنجره جداگانه برای تعبیه هوا و هم نورگیری از این خانه و همچنین در قسمت نورپردازی از این خانه شما با تصویر میبینیم یک نورپردازی کاملا زیبای در نظر گرفته شده. و همراه شما میریم در ادامه ویدیو و دهلیز و سالن طبقه اول. در طبقه اول از ساختمان یک دهلیز سفرش، آشپزخانه کاملا معیاری با ساخت و ساز و کابینت درجه اول MDF و همچنین سنگ‌های خود اوپن آشپزخانه، اجاق گاز فوق العاده عالی و همچنین شرالات استاندارد. زیبایی از این خانه و خود کابینت‌های از این خانه میتونیم شما به تصویر ببینید که خود دکوریشن از این خانه با 2 تا جاهای جداگانه برای خود دکوری هم در اون قسمت کابینت و هم در این قسمت کابینت در نظر گرفته شده. هموطنان گرامی، اتاق خواب‌های طبقه اول ما یک اتاق خواب جداگانه در این قسمت داریم که یک پنجره جداگانه برای تعبیه هوا و همچنین کانال کولر جداگانه هم با اتاق خواب هم در نظر گرفته شده. و اتاق خواب دوم ما در این قسمت قرار گرفته که این اتاق هم یک پنجره نورگیری جداگانه و کانال کولر در نظر گرفته شده. میایم شما با معرفی خود سرویس های بهداشتی. سرویس بهداشتی از این خانه در این قسمت در نظر گرفته شده که دوستمایی به شما تصویر میشه. خود دروازه سرویس بهداشتی از این خانه از PVC درجه 1، شرالات از این خانه کاملا شرالات درجه 1 ایتالیایی استفاده شده. و در این قسمت که شما میبینیم یک دروازه جداگانه میآید به داخل خود حیات خلوت از این خانه. حیات خلوت از این خانه یک موقعیت خیلی برابره که از این حیات خلوت در این قسمت ها پنجره جداگانه در نظر گرفته شده برای نورگیری تمام تعداد طبقات. و همچنین اگر ما و شما خواسته باشیم که طبقه اول کاملا راه جداگانه داشته باشه، میتونیم که از این دروازه جداگانه که به خود داخل جاده 5 متره و میشه از این دروازه استفاده بکنیم. همراه شما میریم در ادامه ویدیو به طبقه دوم. دوستای عزیز، همراه شما از طبقه اول بیرون میشیم و میریم به طرف طبقه دوم. در قسمت پاگرد خود طبقه دوم در این قسمت ما و شما طوری که به تصویر میبینیم فیوز بکس جداگانه برای قطع وصل برق
به کار گرفته شده و همچنین راپلار، طوری که راپلار به تصویر میبینیم کل از این راپله از سنگ مرمر درجه یک هم از قطاره و هم از خود راپله استفاده شده. در قسمت نورگیری راپله از خانه دوستای عزیز، طوری که به تصویر میبینیم یک پنجره کاملا بزرگ. اگر ما شما دیده باشین به اکثر ساختمان هایی که به داخل شهر هرات راپله ها از اونها از نگاه نور با مشکل میخوره و نور از اونها یک روشنایی ضعیفی داره و حتی بر روز هم ما شما ضرورت به این داریم که از برق استفاده بکنیم. خب دوستای عزیز، رسیدیم به طبقه دوم. طبقه دوم ما هم یک پاگرد کاملا بزرگ و یک مهمانخانه دو قالینه در نظر گرفته شده. در قسمت پنجره هایی که به مهمانخانه طبقه دوم در نظر گرفته شده، دو پنجره جداگانه و همچنین یک خصوصیت دیگه که طبقه و مهمانخانه از طبقه داره، یک دروازه جداگانه برای استفاده از خود بالکن. همراه شما میریم برای معرفی سالن و اتاقهای طبقه دوم. دوستای عزیز، در طبقه دوم عین طبقه اول دو اتاق خواب، یک مهمانخانه دو فرش، دهلیز سفر و همچنین یک آشپزخانه کاملا استاندارد و معیاری. اتاق خواب ما هم عین طبقه اول ما دو اتاق خواب، یک در این قسمت این هم طوری که به تصویر میبینیم هموطنان عزیز خود پنجره نورگیری جداگانه در داخل اتاق خواب، کانال کولر جداگانه به تک تک اتاق خواب ازی خانه در نظر گرفته شده. و اتاق خواب بعدی ما هم در این قسمت قرار گرفته که این اتاق هم پنجره جداگانه از خود داخل حیات خلوت برای نورگیری و همچنین تعبیه هوا استفاده شده. و در این قسمت هم خود کانال کولر جداگانه به این اتاق خواب هم در نظر گرفته شده. و همچنین در این قسمت ما و شما سرویس های بدشتیر داریم عین طبقه اول و همچنین آشپزخانه را هم طوری که تصویر میبینیم عین طبقه اول با مو حالت استاندارد ساخته شده. میمونه قسمت خود FF از خانه. FF از خانه یک FF کاملا دیجیتالی ساخته شده که میتونیم اگر زمانی که خود طبقات خواسته باشم با هم دیگر در ارتباط باشم، میتونم که از این FF تصویری تعداد طبقه اول، دوم و سوم در ارتباط باشم. همراه شما میریم به معرفی طبقه سوم. و باز هم در طبقه سوم باز هم پنجره بزرگ برای نورگیری راپله ما و شما داریم. خب رسیدیم به خود پاگرد طبقه سوم. طبقه سوم ما یک پاگرد کاملا بزرگی که برای ازی که دو نفر راحت از کنار هم دیگر راپله عبور بکنن ساخته شده. و در قسمت دست راست ما و شما هم مهمانخانه دو فرش جداگانه با در جداگانه در نظر گرفته شده. پنجره ها با نورگیری کاملا فوق العاده عالی و عین طبقه دوم ما و شما در طبقه سوم یک دروازه جداگانه و خود بالکن باز میشه. در ادامه ویدیو میریم به معرفی سالن و دهلیز طبقه سوم. دوستای عزیز، رسیدیم به داخل سالن و صحن سالن طبقه سوم از ساختمان زیبا. در قسمت اتاق خواب یک اتاق خواب جداگانه به این قسمت قرار گرفته که اتاق خواب از این ساختمان زیبا هر کدام تک تک از این اتاق پنجره های جداگانه در اونها در نظر گرفته شده که ما میتونیم از اینا هم برای تعبیه هوا و هم برای روشنایی از این اتاق استفاده بکنیم. و یک مزیت دیگه و خوبی دیگه از این خانه، تمام اتاقا تک و تک همراه سالن‌های از خانه کلاً دارای کانال کولر جداگانه. در قسمت آشپزخانه طبقه سوم
آشپزخانه طبقه سوم ما یک کابینت مقبول و MDF درجه 1 استفاده شده. در قسمت اجاق گازهای کاملا جدید و استاندارد استفاده شده. بازم آشپزخانه طبقه سوم هم یک پنجره نورگیری جداگانه برای استفاده از طبیعی هوا و در این قسمت ما و شما خود حمام البریم. میریم همراه شما در قسمت خود سرویس های بهداشتی که سرویس های بهداشتی از این خانه هم کاملا به شکل معیاری در این قسمت ساخته شد. هموطنان عزیز، قابل یادآوریه که خود یک ابزارکاری و نورخطی فوق‌العاده لوکسی در طبقه سوم در نظر گرفته شده و همچنین کف طبقه سوم را هم طوری که به تصویر ما و شما میبینیم کلا میتونیم این برای شما بگیم که از کشی درجه 1 استفاده شده و همچنین دهلیز طبقه سوم ما گنجایش 4 قلینی داره و میتونیم از این طبقه سوم خوب برای یک مهمونی های خاص و محافل خاص خود استفاده بکنیم. همراه شما میریم در ادامه ویدیو به طبقه 4. و باز همطوری که به تصویر میبینیم در طبقه 4 ما و شما همو پنجره بزرگ و نورگیری بر پله های خود داریم. رسیدیم به طبقه 4. در طبقه 4 که همون نیم طبق گفته میشه، در این قسمت ما و شما یک مهمانخانه بزرگ داریم که این مهمانخانه با گنجایش 2 فرش، 2 پنجره جداگانه نورگیر، دروازه برای استفاده از بالکن و همچنین باز هم به شما میگم یک پنجره جداگانه برای تعبیه هوا در طبقه 4 یا اتاق مهمانخانه داریم. همراه شما میریم به پشت بام از خانه. هموطنان عزیز، رسیدیم به پشت بام از خانه و معرفی ادامه امکانات از خانه. طوری که ما و شما به داخل ویدیو یادآور شدیم، تمام طبقات، تمام اتاقات تک به تک دارای کانال کنر جداگانه بود. این کانال ها که میبینیم هموطنان عزیز، تک تک از اینا هر کدام به صورت جداگانه، هر کانال از یک طبقه و در قسمت خود سیستم آب و برق کاملا تمام چیز از این معیاری ساخته شده. و یک خوبی دیگه، اگر یک زمان شما برای یک مهمانی خاص، محفل خاصه از اینجا استفاده بکنیم، یک سرویس بهداشتی کاملا جداگانه در این قسمت در نظر گرفته شده. و در قسمت استفاده از آب، اینجا شرالات به صورت جداگانه در نظر گرفته شده که میتونیم ما و شما در این قسمت، اکثرا خانواده ها از استفاده از پشت بام هم برای تفریح و هم برای شستشو و لباس و بقیه چیزا استفاده میکنن. و در این قسمت کاملا کیبل های ما و شما به صورت جداگانه برای ساختمان ها در قسمت کانال تلویزیون و کانال های ماورایی کاملا در نظر گرفته شده که میتونیم از اینا استفاده بکنیم. و حالا همراه شما میریم به طبقه پایین برای معرفی قیمت، موقعیت و متراژ از این خانه. همراه ما باشید. عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه امروز ما که معرفی یک خانه 3.5 طبق فوق العاده عالی در موقعیت نهی 6 بر نبش جاده 5 متره و 10 متره. دوستان عزیز، قابل یادآوریه که این خانه ساخت و ساخته نشده و این خانه از طرف شرکت ساختمانی و سرکسازی سرشار تحت نظارت و مدیریت شرکت ساختمانی و سرکسازی سرشار ساخته شده که تمام استانداردهای یک ساختمان معیاری
در این ساختمان در نظر گرفته شده و در یک موضوع دیگه مان که دروازه های از این خانه 3 دروازه جداگانه، یک دروازه از این قسمت، دروازه متره و از این قسمت و یک دروازه جداگانه در قسمت اخیر از این خانه که به داخل حیات خلوت باز میشد در اون قسمت در نظر گرفته شده. اما تنهای عزیز، این ملکیت فوق العاده عالی و زیبا با مبلغ 65 لک افغانی با جرامت قیمت گذاری شده. متراژ از این خانه 258 متر مربع و کل ساخت و ساز از این خانه 510 متر. قیمت استثنایی از این خانه 65 لک افغانی با جرامت. هر دوستی که خواهان خرید از این خانه میتونن از طریق چینل یوتیوب ما، صفحه اینستاگرام، صفحه فیسبوک و همچنین شماره تماس ما که در زیر ویدیو درج شده با ما در ارتباط باشین. تا برنامه بعدی و معرفی یکی از بهترین ملک‌های ولایت هرات، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. بدرود. Yeah.